الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگر شما را در برنامه راهنمود سنت خوش آمدید میگویم. در این قسمت ان شاء الله با هم دیگر به سراغ یکی دیگر از مطالب میپردازیم که در آن شرک وجود دارد و خرافات هم در آن وجود دارد و بدعات هم در آن وجود دارد. در دو برنامه گذشته پیرامون دعاخوانی و تعویضات صحبت هایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی از اینها شرکی هست و بعضی از آنها بدعی هست و بعضی هم مجاز هست در مسئله دعاخوانی. و در مورد انسانهای ساحر صحبت کردیم، انسانهای جادوگر حرف زدیم که این انسانها و این افراد با شیاطین در ارتباط هستند و در این برنامه ان شاء الله به مطالب خواهیم پرداخت به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی که اینها ادعا میکنند که ما اجنه و جنیات را حاضر میکنیم و آنها در کمک ما هستند و در تسخیر ما هستند. میخواهیم که به این نکته اشاره بکنیم که وقتی که اینها چنین ادعایی را میکنند که اجنه و جنیات در اختیار اینها هستند و در تسخیر اینها هستند و آنچه که آنها بگویند عمل میکنند، از کجا سرمنشأ میگیرد؟ یا به تعبیر دیگر بگوییم که این افرادی که ادعا میکنند که گویا اجنه در اختیار اینها هستند و اینها جن دارند، به تعبیری یکی از دوستان میگفت که نه، اینها جن ندارند بلکه جن اینها را دارد، جن اینها را تسخیر میکند. به هر صورت وقتی که اینها به این درجه میرسند که جنیات را تحت تسخیر خود قرار میدهند، چگونه هست؟ از کجا این سرمنشأ میگیرد و چگونه میشود که یک انسان جن را در تسخیر خود قرار میدهد؟ روش های گوناگونی علما برای این موضوعات مطرح کردند و چیزی که در روش این انسان ها وجود دارد، در روش انسان های جادوگر و ساحر که جنیات را چگونه احضار می کنند، روش های گوناگون مطرح شده. هر کدام از خود یک روش خاصی دارند و شاید یک ساحر و یک جادوگر اتفاق بیفتد که کل این روش ها را هم پی بگیرد و کل این روش ها را عملی بکند. شخص ساحر، سحر چیز حقیقتی است، خیال نیست، چیزی که حقیقت داره و جن هم حقیقت داره و اینکه جن در وجود انسان داخل میشه حقیقت داره و اینکه جن در تسخیر یک انسان قرار میگیره این هم حقیقت داره. حالا ما میخواهیم به این موضوع بپردازیم که وقتی که یک جن در تسخیر انسان قرار میگیره و یک انسان ادعا میکنه که اجنه در تحت تسخیر ما هستند، چگونه اینها را تسخیر میکنه یا چگونه احضار میکنه؟ وقتی که شخصی به نزد او میره برای معالجه جادو که ان شاء الله در برنامه‌های آینده به این موضوع اشاره خواهیم کرد، وقتی که میره برای علاج و درمان جادو و سحر، این انسان جادوگر، این انسان دجال برای حاضر کردن اجنه روش‌های گوناگونی را در پی میگیره. یکی از این روش‌هایی که اجنه برای جادوگران برای احضار اجنه و برای جنیات به کار میگیرن اینه که یک سری چیزهای، این شخص جادوگر وارد یک اتاق تاریک میشه. بعد از آن که وارد اتاق تاریک شد، یک چیزی را آتش اول برمی افروزه، روشن میکنه و چیزی را در روی این میگذاره و در روی آتش که بوی کنه. حالا این دو گونه هست، یک گونه چیزهایی که بوی خوب دارد، یک گونه چیزهایی که بوی بد دارد. اگر خواسته باشه در میان مثلا در میان زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنه و دشمنی ایجاد بکنه در میان اینها، از چیزی استفاده میکنه که بوی بد داشته باشه.
و اگر خواسته باشه که از وجود یک انسان مثلا سحر را دور بکنه یا شخصی که بسته است اون شخص را باز بکنه، مردی که نمیتونه توانمندی نزدیکی با همسرش را نداره که اون هم از خود روش‌های خاصی داره، خب چیز خوشبویی در اونجا باز در واقع در روی آتش میگذاره که بوی خوشی از آن بیرون بشه. بعد از آن شروع میکنه به خواندن طلسم ها. بعد از این که این روش را انجام داد شروع میکنه به خواندن طلسم ها، طلسم های شرک‌آمیز، نه ای که طلسم هایی که از آنها همه کفر و شرک و الحاد و زندقه خارج میشه. این کاری که کرد به اجنه متوسل میشه. به اجنه متوسل میشه یعنی چی؟ یعنی از اونها کمک میخواه، از بزرگان جنیات کمک میخواه، استغاثه میکنه از آنها که بیاین برای ما کمک بکنید. البته این کارها را در صورتی انجام میده که ناپاکه، لباسهای ملوث و لباسهای نجس به تن خود داره، لباسهایی که ناپاکه. با این لباس این کارها را انجام میده، داخل خانه تاریک از اجنه کمک میخواه تا ای که جنیات به اون نزدیک میشن. این جایی که این انسان تصویرهایی میبینه، یعنی به این معنا تصویرهایی میبینه که احیانا مثلا چیزی به شکل مار، چیزی به شکل حیوان دیگری میبینه که میایه به نزد او، و یا اینکه صدایی میشنوه و اجنه برای او احضار میشن، یعنی به نزد او میآیند و او از اونها کمک میخواه، از اونها کمک میخواه و اونها را سوگند کفرانه میده که این روش برام روش سوگند دادن اجنه میگن. این همه این روش ها را استفاده میکنه، طلسم میخوانه، طلسم شرکی، آنها را سوگند میده، سوگند به غیر الله شرکی که ان شاء الله در مورد سوگند هم صحبت خواهیم کرد، سوگند لغیر الله یا قسم لغیر الله ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و با این لباس ناپاک و با این که وجود خودش هم ناپاک هست این کارها را انجام میده و از اجنه کمک میخواه و آنها را قسم میده. این یکی از روش هایی است که استفاده میکنه. و یا هم اتفاق میفته که این کارها را نمیکنه، داخل خانه تاریک نمیره، مواد خوشبو یا بدبویی را استفاده نمیکنه، از آثار مریض چیزی را طلب میکنه، مثلا میگه کلاه بیارین، تار مویی از مریض بیارین، و بعد این سحر را انجام میده و دستورات لازمه که اجنه برای او میدن، البته اجنه‌ای که در تحت اختیار او هستند. بعد از اینکه این کفریات را انجام میده اجنه میان در اختیارش. بعد از اینکه این اجنه در اختیار این شخص آمدند، هرچی که او اجنه، هرچی که جنیات برای او بگند، شیاطین برای او بگن، او هم اجرا میکنه. این یکی از روش های هست که این انسانهای جادوگر و انسانهای ساحر برای تسخیر کردن جنیات و برای احضار کردن جنیات استفاده میکنن که روش سوگند لغیر الله هست، اجنه را قسم میدهد و با او همکاری میکنن. روش دوم از روش هایی که اجنه را انسانهای شیطان صفت و دجال احضار میکنن روش ذبح است، ذبح کردن لغیر الله، حیوان را ذبح میکنند. این ساحر برای شخص مریض میگه که مثلا پرنده را یا چارپایی را، حیوان را به هر صورت بیار، مثلا مرغی را میاری، گوسفندی را میآوری، گوی را میاری، حالا به هر صورت که او مشخصات چیزهایی که تعیین است و معین است در نزد آنها طلب میکنه، میگه بیار. بیشتر ساحرها از رنگ سیاه استفاده میکنند، مثلا میگه گوسفند سیاه رنگی بیار، مرغ سیاه رنگی بیاور، گاو سیاه رنگی بیاور، به خاطری که اجنه با رنگ سیاه خوبند، رنگ سیاه را دوست دارند. ثابت شده که جنیات رنگ سیاه را میپسندند. رنگ سیاه میگه گوسفندی بیار یا هرچی بیار با رنگ سیاه، بعد میاره این حیوان را به غیر نام خدا ذبح میکنه، نه با نام خدا. شرک را مرتکب میشه، اینجا شرک را مرتکب میشه. بعد از خون این حیوان به جان مریض میمالن و این حیوان را، حیوانی که ذبح شده به غیر نام خدا، این را داخل یک خرابه میاندازه، داخل جایی که مردم نشیمن نیست، جای خرابه هست، اونجا او را میاندازه تا ای که، چون اونجا جای جنیات هست. اکثر جای جنیات
یکی از جاهایی که جنیات زندگی میکنن در جاهای خرابه، در جاهایی که دور از جاهایی باشه که مردم در اونجا هستند. اگرچه در میان مردم هم وجود دارن در بعضی از جاها، ولی بیشتر در جاهایی که خرابه باشه، دور باشه، در اونجا جنیات زندگی میکنن. خب داخل چای میاندازه یا داخل خرابه ای. بعد شروع میکنه به خواندن طلسم‌ها، به خواندن طلسم‌های شرک‌آلود که اجنه برای او نزدیک بشن و اجنه نزدیک میشن و طلب کمک میکنه از آنها و از آنها کمک میخواه. این مورد هم اولا ذبح لغیر الله هست که این شرکه، که ان شاء الله در این مورد هم در برنامه‌های آینده اگر خداوند خواست صحبت میکنیم مفصل. و اینکه طلسم‌های شیطانی و طلسم‌های شرکی استفاده میکنه، این هم نوع دیگر شرک است. وقتی این کارها را این شخص انجام میده، جنیات نزدیک میشن به او و جنیات حاضر میشن. این هم یکی از دیگر روش ها هست. روش دیگری که انسان‌های ساحر برای حاضر کردن جنیات و برای احضار جنیات استفاده میکنن، موضوعی هست که در میان خودشان به نام سفلیه مشهور است. این روش سفلیه چگونه هست؟ این انسان‌های ساحر چیکار میکنن؟ شیاطین و جنیات را در اختیار میگیرند و این جنیات و اجنه و شیاطین در سرپرستی انسان‌ها قرار میگیرند و این انسان‌ها سرپرست آنها میشن. بعد از آن به این رقمه که یعنی به شکلی که استفاده میکنن، چرا این جنیات احضار میشن و چرا این جنیات برای اینها نزدیک میشن، به این گونه‌ای که این انسان‌ها نعوذ بالله آیات قرآن عظیم الشان را به کف پای خود میچسبانند یا به کف کفش خود میچسبانند آیات قرآن را، بعد داخل بیت الخلا یا داخل دستشویی داخل میشن. با این صورت این کفر را که انجام میدند که توهین به آیات قرآن عظیم الشان میکنند، با این صورت که به کف پای خود یا به کف کفش خود میچسبانند آیات قرآن را، وارد دستشویی میشن، شیاطین به اینها نزدیک میشن و در آنجا طلسم‌های شیطانی و شرک‌آمیز را هم میخوانند. بعد اینجاست که شیاطین از آنها راضی میشن و تحت فرمان این انسان داخل میشن. خب وقتی که این انسان کفر را انجام میده، شیطان بزرگ دو سه تا از شیاطین و دو سه تا از جنیات را در اختیار انسان قرار میدن، میگن هر چی که گفت شما عملی بکنین، انجام بدین. اینجاست که شیاطین به این نزدیک میشن و از اونها کمک میخواه برای دفع سحر یا برای هر کفر دیگری که خواسته باشد انجام بدهد، برای اینکه یک شخص را سحر بکند، برای اینکه در میان دو فرد سحر بکنه که حالا به هر صورت در میان آنها جدایی بیفته، که گونه های مختلف داره. سحر تخیلی هست، سحر تفرقه هست، سحرهای مختلفی که وجود داره، اون کار را انجام میده با این کفر. و اتفاق میفته که گاهی اوقات این انسان ها گناهان بزرگ و گناهان کبیری را انجام میدن تا اینکه این شیاطین از اونها راضی بشه. مثلا با محارم خود زنا میکنند، بعضی از اینها لواطت انجام میدن، اینها از جمله گناهان کبیره هست. لواطت انجام میدن، طعنه در دین میزنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه آیات قرآن را به تمسخر میگیرن، نعوذ بالله پیامبر را به تمسخر میگیرن، نعوذ بالله کفریات گوناگون انجام میدن، یا با محارم خود گفتن زنا میکنن، عمل لواط انجام میدن تا اینکه شیاطین از اینها راضی بشن. وقتی که شیاطین از اینها راضی شد، باز گفتیم که همان کار میشه که بزرگ شیاطین برای این انسان دو سه تا از شیاطین و از افراد خود را میفرسته که در خدمت این انسان باشن، هر چی که بگه عملی بکنن. با این صورت یکی دیگه از این صورت ها این است که گفتیم شیطان و جنیات حاضر میشن برای خدمت کردن به انسان که تحت فرمان انسان قرار بگیرن. روش دیگر یا روش چهارم از روش هایی که جن را احضار میکنند و جن و اجنه در خدمت انسان ساحر قرار میگیرند، این است که آیات قرآن عظیم الشان را با خون حیض یا با دیگر نجاسات، مثلا با بول و با غائط و با اینها، نعوذ بالله می نویسند. دستشان خشک باد، الله متعال اینها را نابود بکنه. این انسانهای دجال، انسانهای کافر به این درجه کفر می‌ورزند تا اینکه شیاطین از اونها راضی بشه و از این طریق جادو میکنن.
انسان جادوگر نمیتونه باشه مگر اینکه باید این کارها را انجام بده. آیات قرآن عظیم الشان را با نجاست می نویسه، حالا با خون حیض باشه، با خونی که از زنها خارج میشه در عادت ماهوار، یا با بول و با غایط، نعوذ بالله آیات قرآن عظیم الشان را می نویسه. بعد طلسم‌های شرکی و کفری را میخوانه، ورد میکنه تا اینکه شیاطین حاضر بشن و از اونها کمک میخواه برای دفع این سحر یا برای سحر کردن طرفه که میخواه آن را سحر بکنه. این 4 روش. 2 روش دیگر هم ان شاء الله بعد از میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. حالا یک میان برنامه میگیریم و ان شاء الله بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهم بود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت و قسمتی که ما صحبت میکنیم که جنیات چگونه در تسخیر یک شخص قرار میگیرند و یا اینکه جنیات را چگونه شخص ساحر حاضر میکنه و آنها را احضار میکنه. 4 روش را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان کردم. روش دود کردن ها و سوگند دادن ها و روش که آیات قرآن را با نجاست ها می نویسند، روش سفلیه که باز هم آیات قرآن عظیم الشان را با کف پا می بندند، روشی که ذبح می کنند لغیر الله برای جنیات، حیوان های معینی با روش های معینی که جنیات حاضر بشن. روش دیگر اینه که آیات قرآن عظیم الشان را واژگون می نویسند. چگونه؟ آیات قرآن عظیم الشان یک آیه را یا یک سوره از قرآن کریم را می گیرند سرچپه، به تعبیر عامیانه بعضی از ولایات و کشورها، سرچپه یا واژگون یا به شکل می نویسند که خلاف اون چیزی باشه که آیه قرآن هست. این گونه چون نوع اهانت به قرآن عظیم الشان هست، شیاطین را راضی میکنه. بعد از این که این روش را انجام داد، آیات قرآن را واژگون و سرچپه نوشت، اینجاست که طلسم‌های شرکی و شیطانی را میخوانه، اوراد و خواندن‌هایی که در واقع شرک و کفر هست. مثلا در این اورادها و طلسم‌ها از شیاطین کمک میخواه، اسماء شیاطین را میخواه، یا فلان یا فلان یا فلان، نامهای شیاطین میگه، نامهای جنیات را میگه. بعد از این که کفر را انجام داد، بعد اینجاست که شیطان از او راضی میشه. وقتی که شیطان از او راضی شد چیکار میشه؟ اینجاست که چند تا از جنیات و افراد خود را در خدمت انسان میگذاره، میگه هر چی که گفت شما عملی بکنه. اینجاست که اگر خواسته باشه شخصی را سحر بکنن یا خواسته باشه که سحر را دفع بکنه از شخصی، این جنیات در خدمت او هستند. با این کفری که انجام میده که آیات قرآن عظیم الشان را واژگون می نویسه، سرچپه می نویسه و بعد اون طلسم‌های شرکی که میخوانه، اوراد شرکی که داره آنها را میخوانه، اوراد کفری که داره آنها را میخوانه. روش دیگر که روش ششم هست، روشی هست که از ستارگان مدد میخواه، کمک میخواه. چگونه؟ در مقابل ستاره ایستاد میشه، حرکات غیر طبیعی، حرکات موزون از خود انجام میده، حرکاتی که خود آنها دارند و مشخصه در پیششان، این حرکات را انجام میده در مقابل ستاره و فکر میکنه که با این کار خود توانسته که قوای معنوی ستاره در واقع تسخیر بکنه، ولی در واقع این گونه نیست.
دروغ میگه. این نوع تعظیم برای ستاره هست. برای ستاره تعظیم میکنه، او رو عبادت میکنه تا اینکه شیاطین از او راضی بشن. وقتی که انسان عبادت لغیر الله بکنه، حالا فرق نمیکنه قبر باشه، ستاره باشه، چوب باشه، سنگ باشه، انسان باشه، هر کی که باشه، شیطان از او راضی میشه. شیطان همینو میخواد. حالا اگر اینکه اورادی داشته باشه و از شیاطین مستقیما کمک بخواه، خود بحث جدایی هست. اما احیانا اتفاق میفته که به عبادت لغیر الله این کار انجام میگیره. مثلا گفتیم حرکاتی که در مقابل ستاره انجام میده، فکر میکنه که قوای معنوی ستاره توانسته که تسخیر بکنه. نه، دروغه، این گونه نیست. شیطان از او راضی میشه. وقتی شیطان از او راضی شد، اینجا میتونه که شیاطین در تحت تسخیر خود بیاره. بعد از آن شیطان هم به هر حال همین گونه افراد را برای انسان میفرسته تا اینکه این فرد بتونه از اونها استفاده بکنه و در خدمت او باشه. حتی بعضی از این ساحرهای بدبخت 1 سال منتظر یک ستاره میمانند. بعضی از ستاره ها دیر آنها ظهور میکنند و دیر میآیند، در هر سال شاید 1 مرتبه بیایند و طلوع بکنند. این انسان 1 سال کامل منتظر این ستاره میمانه که بره در مقابلش حرکات غیر طبیعی انجام بده، حرکاتی که خود آنها برای خود دارند. این حرکات انجام میده. بعد از اینکه این حرکات را انجام داد که در واقع گفتیم نوع عبادت و تعظیم برای ستاره هست، اینجا است که شیطان افراد را در تحت تسخیر این انسان میارن، یا شیاطین یا جنیات را احضار میکند. این روش هایی هست. البته روش های دیگه هم وجود داره که در همین 6 روش بنده اختصار کردم به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تا اصل و ماهیت این انسان ها را بدانید و بشناسید که این افرادی که جنیات را ادعا میکنند که جنیات در تسخیر ما هستند و در اختیار ما هستند، این روش های کفری را انجام میدهند، این روش های غیر اسلامی را انجام میدهند، این کفریات را میکنند تا این که جن در تسخیر آنها بیایه و از او کمک میخواهند. چون شیطان بدون اینکه انسان، مثلا شیطان از انسان راضی نباشه، این کارها را انجام نمیده برای او، تحت تسخیرش نمیآیه، در خدمتش نمیآیه. این کفریات را شخص انجام میده، چله ها می نشینند، بعضی ها با این کفریات خود چله ها می نشینند، کفر می کنند. حتی بعضی از اینها باور کنند که 40 شبانه روز را ناپاک، همینطور جنوب ناپاک می گردند تا اینکه شیاطین از اونها راضی بشه. با کف پای خود آیات قرآن را می نویسند، دستشویی میرند، با نجاست آیات قرآن می نویسند و همینطور با تن ناپاک و نجس این کارهای کفری و شرکی را انجام میدن تا اینکه شیاطین از این انسان راضی بشن و 1-2 تا از شیاطین و جنیات در تسخیر این انسان بیایند و در خدمت ای باشند تا ای که بتونه از اونها استفاده بکنه. این روش هایی بود که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بنده با اختصار بیان کردم. الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را از شر این انسان های کثیف و انسان های دجال نجات بده. این انسان هایی هستند که جز کفر و شرک چیز دیگری در جامعه به بار نمی آورند، چون آنها معدن کفر و شرک هستند. الله سبحانه و تعالی کسانی که با این راه افتاده اند و پیش این انسان ها میرن، الله سبحانه و تعالی هدایت بکنه که انشاءالله در برنامه های آینده به این موضوع هم مفصل خواهیم پرداخت که حکم این انسان ها چیست و حکم کسانی که به نزد اینها میرن و از اینها طلب دعا یا طلب تعویذ یا طلب سحر میکنن، نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی همه را هدایت بکنه. خب بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم تا قسمت دیگر. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.